70% از کارهای 120 کیلومتری سرک واخان که چین و افغانستان را به هم وصل می کند تکمیل شده و بخش باقی مانده آن با گرم شدن هوا تکمیل خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که 70% از کارهای 120 کیلومتری سرک واخان که چین و افغانستان و این جاده تا مرز چین خواهد رسید. د افغانستان اسلامي امارت د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د سرحدي بروغیل څخه بیا د چین تر پولې پورې چې د 140 کیلومتره سړک چارې پیل شوې وې 80 سلنه مخته تللي چې اوس مهال یې دعوا د سړېدو او د واورې د ورښتونو له کبله چارې ولاړې. دعوا په ښه کېدلو سره به د یاد 140 کیلومتره سړک چارې بشپړې او دا سړک به په جغل اندازي ډول د چین تر پولې پورې ورسیږي. در عین حال آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که با باز شدن دهلیز تجارتی واخان افغانستان به چهارراه تجاری و ترانزیتی منطقه تبدیل خواهد شد و صادرات افغانستان به راحتی به بازارهای چین خواهد رسید. د افغانستان د خلیدو د واخان د طریقه چین سره کولی سي چې ډیر مهمه اقتصادي اغیزه ولري او کولی سي چې واردات او صادرات په برخه کې ډیر اسانتیاوي رامنځته کړي. د واخان کوریدور د افغانستان لپاره یو زیربنایي کوریدور دی چې مونږ کولای شو چې د چین د ډیر لوی مارکیټ سره په وصل شو او مونږ کولای شو چې په اسانه طریقه باندې د دوی سره صادرات و واردات ولرو. واخان در شرق ولایت بدخشان افغانستان قرار دارد و مرز مشترک بین افغانستان و چین است که حدود 76 کیلومتر طول دارد. در سفری که ما به ولسوالی پامیری به ولسوالی واخان ولایت بدخشان داشتیم تقریبا در اونجا کار شروع بود، کاری سرک از طرف وزارت دفاع ملی این سرک احداث می‌گردد و تقریبا از منطقه گازخانی ولسوالی واخان الا پامیری بزرگ تقریبا 150 کیلومتر با مرز چین فاصله دارد که تقریبا بیش از 30 کیلومتری از این سرک تا فعلا بازسازی گردیده و این سرک تقریبا 150 کیلومتر طول داشته و 7 متر دارای عرض می باشد. قسمی که از روایت های باشندگان محل چنین معلوم می شود که تقریبا در حکومت های گذشته که تقریبا مدت 20 سال یا 20 چند سال که تیر شده اصلا برای مردم پامیر اصلا توجهی صورت نگرفته در قسمت سرک و راههای مواصلاتی و در قسمت کلینیک و شفاخانه ها. امروزه با درک این وضعیت پرسنل وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان برای از اون مردم سرک می سازد و مردم از این ناحیه بسیار خوشبین هست و بازسازی چنین سرک ها می تواند ارزش اقتصادی و سیاسی خود داشته باشد و مردم محل و مردم پامیر که تیم رادیو تلویزیون ملی با آنها مصاحبه انجام داد آنها واقعا خرسند هستند و از این اقدام امارت اسلامی شکرگزار و سپاسگزار می باشند. تور هست خشکاو جر میشد خطیب بار میزد در دریا تاوان 20 اسفند قامای قرقیز کس میخریدن و به یک هفتم به خونه رسیدن نمیتونست و از میمرد و اشتر جر میشد. ولی شکر الحمدلله که امیدواریم حالی هم خوب شده و از این قدم خوبتر انشاءالله امید داریم که میشد. ولی ولاغمون بی خطر نفرمون بی خطر نی از اینش خطر داریم نی از جرش نی از چپه شدنش نی از موضوع کدام این هانش سو بی غم استیم امتر واقعا میرسیم در پامیر بدون تکلیف بدون خطر. 140 کیلومتره ساحه و لله الحمد چې اکثر کار خلاص و یو ډیر کم پاتې دی. نو نن ورځ د افتتاح ورځ ده چې محترم والی صاحب د بدخشان هم را سره دی د افتتاح لپاره او نور رئیس مجاهدین ملګري مشنری یخ وي امکان دې نشته مشنری دلته کار وکړي ځکه اکسیجن هم نشته او هوا یخه ده نو مشنری په ځای دې چې کار وکړي عوارض ډېر کوي بیا دې په خاطر اوس نور د سړک کار الحمدلله تکمیل شو ورسېدی نو په آینده کې چې دغه بیا انشاءالله نور اورکاري د پلو کار په نوي کال کې انشاءالله که امکانات خیر وکړي. قسمی که از روایت های باشندگان محل چنین معلوم می شود که در حکومت های گذشته که تقریبا مدت 20 سال یا 20 چند سال که تیر شده
اصلا برای مردم پامیر اصلا توجهی صورت نگرفته در قسمت سرک و راههای مواصلاتی و در قسمت کلینیک و شفاخانه ها. امروزه با درک این وضعیت پرسنل وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان برای از اون مردم سرک می سازد و مردم از این ناحیه بسیار خوشبین هست و بازسازی چنین سرک ها می تواند ارزش اقتصادی و سیاسی خود داشته باشد. آنها واقعا خرسند هستند و از این اقدام امارت اسلامی شکرگزار و سپاسگزار می باشند. مشکلات عمده و اساسی که مردم محل با آن دست پنجه نرم می کردند، یکی به نظر بر روایت های از اونها یکی انتقال مریض ها بود که قسمی که آنها مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی انجام دادند. از لابلای صحبت های از اونها چنین معلوم می شد که در مسیر راه وقتی که آنها مریض های خود را انتقال می دادند، مریض های اونها اکثرا وفات می نمود و سخت دست پنجه نرم می کردند و آنها امو وقتی که میخواستن از یک جا به دیگه جا انتقال بکنن یا یک مریض خود را یا یک مشکلات خود را حل بکنن، با همو اسب ها و کسایی که اسب داشته با اسب تقریبا چندین شبانه روز را با مشکلات و مشقت های بسیار زیاد، خصوصا در فصل سرما که ولسوالی واخان که است یک ولسوالی بسیار سرد می باشد در فصل زمستان، آنها با این مشکلات دست پنجه نرم میکردن. امروزه با احداث این سرک به موتر نزدیک شده و ما اوجا عملا دیدیم که سرکی که در اونجا ساخته می شود اگر قبلا ها مشاهده می شد بخی غیر قابل تصور بود که از دامانی که ایتو یک تیمی بیاد و ای را سرک را پاره بکند و با منطقه پامیر وصل بکند. واقعا که یک کاری بسیار مهم و یک کاری چشمگیری انجام شده و برای مردم در قسمت انتقال مریض ها، در قسمت انتقال مواد خوراکی و غیره خیلی ها سهولت های زیادی به وجود آمده است. یکی دیگه که مردم ها روایت میکردن که در اونجا ما اصلا در مدت سالهای متمادی در اینجا یک قشری دور افتاده و عقب افتاده بودیم. ما از این نمیفهمیدیم که ما یک حکومتی داریم و یک حکومتی بالای ما توجه دارد و بعد از 3 سال امارت اسلامی افغانستان ما تازه احساس کردیم که واقعا در افغانستان یک حکومتی وجود داشته و برای ما خدمت میکنه و واقعا که قسمی که دیده می شود یک تغییراتی گسترده در زندگی مردم پامیرنشین با ایجاد چنین سرک ها به وجود آمده است. قسمی که گفته شد مردم پامیر ولایت بدخشان یک مردم فقیر و ایلاق نشین بودند و با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان تماما سهولت ها، یکی از جمله اساسی ترین مشکلی که اون مردم دست پنجه نرم میکرد احداث سرک میبود. یک قسمت جای سرک را امارت اسلامی خوشبختانه به منطقه مرزی چین به سرحد بروغیل به جای دیگر وصل کرده و امروزه کار در قسمت پامیر بزرگ وجود دارد و مردم با امیدواری با ابراز امیدواری از ساخت سرک و همچنان در آینده ها توقعی دارند که امارت اسلامی افغانستان برایشان شفاخانه بسازه و برایشان کلینیک و مراکز صحی و مکاتب و غیره احداث بکنند که تا مشکلات آنها از آن طریق بتوانند مرفوع شود و واقعا که قسمی دیده می شود یک امیدواری بسیار کلان و یک خوشحالی و خوشبختی کلان برای مردم محل به چشم میخیره و مردم از این اقدام امارت اسلامی بابت بازسازی سرک و بابت پلان‌های بعدیشان بابت احداث کلینیک ها مراکز صحی نهایت خوشحال و خوشبین هستند. خب پس از آغاز این سرک آیا نهادهای حکومتی خدمات دیگری چون در بخش‌های مختلف از جمله صحی و تعلیمی یا زراعتی را در ولسوالی پامیر ایجاد کردند یا خیر؟ قسمی که دیده می شود در اولویت خو همین سرک بود. اولا خو در اونجا وقتی که بخواین یک شفاخانه احیانا در پامیر بزرگ ایجاد بکنن، در اونجا مهمتری است که باید یک راه مواصلاتی باشد که از اون طریق امبولانس ها و مو وسایل و ادویجاتی که نیاز باشد به یک کلینیک و یک شفاخانه در اونجا انتقال بدن و در اولویت سرک هست و خب سرک تا این جای کار آیا از سوی مسئولان محلی ولایت بدخشان به مرکز آیا کدام خاص شده یا تقاضای شده که باید کلینیک و یا دیگر بخش‌ها برشان فراهم شود در اونجا؟ قسمی که دیده می شود و مردم همواره بعد از اینکه در اونجا کاری سرک جریان دارد و خواستهایی دارند بابت ایجاد کلینیک و مراکز صحی و انشالله از طرف مسئولین هم وعده های سپرده شده و
در آینده نزدیک ما شاهدی بازسازی شفاخانه ها و ایجاد مراکز صحی هستیم در اون منطقه. خب قسمی که با باشندگان پامیر صحبت های داشتین، جوانان پامیر چی امیدهای برای تحصیل، کار و مشارکت بیشتر در جامعه دارند؟ چی میگویند در این مورد؟ قسمی که دیده می شود جوانان پامیر مدت زیادی از تحصیل و از تعلیم و مکتب دور بودن و یکی از مشکل اساسیشان این بود که نبود حکومت مرکزی نبود ارتباط با حکومت مرکزی بود. امروز خوشبختانه با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان در اونها امیدواری های بیشتری دیده می شود و آنها یک مردمی هستند که علاقمندی زیاد به تحصیل دارند، با معارف دارند و آنها همکار هستند در قسمت تعلیم و تحصیل. اگر از طرف امارت اسلامی افغانستان در پروسه بعدی خو اولا سرک هست و اگر سرک جور شود در آینده ها اگر مکاتب ایجاد شود برای اون مردم خیلی ها سهولت به وجود میاد و اون مردم از پروسه ساخت ساز مکاتب و کار در عرصه معارف نهایت استقبال می نمایند و امیدواری بیشتر دارند که تا امارت اسلامی در عرصه معارف، در عرصه تحصیلات و در عرصه خدمات در قسمت مواد درسی به جوانان آن مرزوبوم همکاری همه‌جانبه داشته باشند. بعد از ساخت سرک در اونجا نیازهای اساسی دیده می شود که یکی قسمی که براتون یادآوری کردیم در بخش صحت مردم به مشکلات دست پنجه نرم میکنن. تقریبا اگر بخوایم که باشندگان محل اگر بخواین که از پامیر به مرکز مریضای خود را انتقال بدن چندین شبانه روز را در بر میگیرد. خیلی ها یک ولسوالی مرتفع و یک جای صعب العبور می باشد و نیازمندی اساسی مردم یکی کانال های آبی زراعتی می باشد و در بخش معارف می باشد، بخش صحت می باشد. همین نیازمندی هایی است که در آن منطقه دور افتاده به وفور دیده می شود و مردم هم امیدوار هستند که در آینده های بعدی امارت اسلامی افغانستان برای از آنها مراکز صحی، مدارس، نیازهای آموزشی و غیره ایجاد بکنند. این نه تنها که تنها از ایران ما چین رفته میتونیم، نه، مردم بدخشان خود میبینید در طول همی تاریخ اونا بسیار راه های صعب العبور داشتن. افغان ها هم میتونن، یعنی مصرف بجا نیست، افغان ها هم بدخشانی های ما جز مردم افغانستان است، اونها نیز میتونن از ایران استفاده بکنن، بلکه هیچ وقت این مصرف بجایی بوده نمیتونه. ولی ما باور دارم که اگر ما راه درست و منطقی را توازن حفظ بکنیم، چینایی ها هم تا به حال که خاموش هستن، هیچ چیز نگفتن و ما باور دارم که در آینده های نزدیک اونا هم طرف خاک چین کار شروع خواهد کرد. چین بسیار علاقمند است به افغانستان، بسیار زیاد، با خاطر که مرکز مواد خام افغانستان است و کشوری که زیاد به مواد خام ضرورت داره و چین است. اونان بسیار زیاد علاقه داره و ما باور دارم که بدون چراغ سبز چین امارت اسلامی افغانستان این کارش رو نمیکرد. حتمی اونا سفیر جایی حضور داره، حتمی چراغ سبز نشان داده. غیر از که اعلان بکنه، ببینید با ما شما بسیاری چیزایی که نباید حتی سرش مکس بکنیم، نه، ولی دمی شرایط بسیار مهم و اساس است. ما شما سرش بس میکنیم، ما شما سرش تبصره میکنیم. با اونجا که یک سرک هست وصل میشه. کل دنیا امرای کشورهای همسایه خود وصل است. همه جهان، این جهان نیست که وصل نباشه، یا از راه کشتی، یا از راه ریل، یا از راه سرک، از یک راه نیر وصل است. ولی ما شما در حالت هستیم که حتی یک سرک که 50 کیلومتر مسافه داره، سر از وام میشنیم چقدر خوش هستیم، تبصره میکنه. بخاطر امروز و ما موضوع واخان حیاتی است. چند موضوع رو ببینید، هم حیاتی است و هم برای پرستیژ ما و هم برای اتوریته افغان ها بسیار زیاد مهم است. ببینید امارت اسلامی افغانستان اعلان کرد که ما 3 بند در دریای کنر جور میکنیم و
برق نه تنها افغانستان کافی است بلکه بالای همسایه ها میتونیم به فروش برسانیم. این موضوع چی شد؟ حیاتی، بله، برای پرستیژ، اتوریته افغان ها بر میخوره. بس امارت اسلامی افغانستان در مورد واخان هم حال بر افغان ها موضوع حیاتی شدی. نه تنها یکان بسیار کارهای کوچک است، نه؟ بله. بسیار کارهای کوچک است که مثلا همیال پاکستان نمیخواه. روشن گپ بزنیم، پاکستان نمیخواه که میره باشه. او شما دیدید که او پلان دیگه داشت. دو دیدید که سفر وزیر دفاع یا در بدخشان ما به هیچ کس اجازه نمیدیم. چی شد؟ برای پرستیژ ما را در بلند بردن که اجازه نمیدیم. امروز اگر خود ما نکنیم ما پایان میدیم. و ما تو بندای برق که به مردم افغانستان وعده کردیم که واسه بند کنرا جور میکنیم. بله. که باید بیشتر گفتم اگر ما سالانه 100 میلیون دلار به چین صادرات کنیم ولی 500 میلیون دلار واردات میکنیم. کشور مصرفی است ولی در آینده اگر معدنهای ما زیر کار گرفته شود، چینایی ها اینجا درست کار بکنن، بازوده برعکس میشه. بازوده مواد خام ما زیاد میره، شاید میلیاردها دلار سالانه ما صادرات داشته باشیم در چین. باز بدون از او راه باید باشه ما بین دو همسایه. اتمیز ببینید در زندگی عادی خود ما شما با همسایه ها روابط داریم، راه را جور میکنیم، راه را بند نمیکنیم. بله. ولی در اینجا تکرار میکنم 3 سال از امارت اسلامی افغانستان گذشته، بسیار فراز نشیب ها را ما شما دیدیم در مناسبات کشورها. ولی با چینایی ها از روز اول تا بال مناسبات ما خراب نشده. با همسایه نزدیک ما مانند پاکستان، ایران یا یک کمک تکر کردیم، ولی با چینایی ها هیچ تکر نکردیم. دیگه هیچ فکر نکنین. ما همیشه گفتیم افغانستان دوست نداره. افغانستان اگه شما فکر میکنید امریکا دوست ماست، چین دوست ماست، روسیه و پاکستان، ایران، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اشتباه میکنید. ما دوست نداریم. ولی همه جهان چشم دوخته با مواد خام ما، به زیرزمینی های ما که در زیر زمین خودتان چی داره؟ شما 15مین کشور بزرگ جهان هستین که اگر زیرزمینی و معدنهایتان بلند شوید این در 7م 8م میایین. شما زیرزمینی ها یادتان ما نمیگم، جهان میگم. پس چینایی ها میفهمه در کجا دست بندازه. چینایی ها میفهمه که در کجا منافعشان است و چینایی ها میفهمه که ما از کدام کشور نفع زیاد برده میتونیم. و ایام در حالته که ما شما در یک معاشره اقتصادی هستیم، یک با کشورهای غربی تقریبا مناسبات ما بسیار زیاد خراب است. کشورهای شرقی از استفاده میکنن.